دهها مهاجر توجیک در دهه شوبین ورونژ روسیه که میگفتند کارفرما با آنها مثل غلام رفتار دارد از حل مشکلشون خبر دادند. آنها گفتند که صبح 16 اکتبر پس از دخالت سفارت تاجیکستان در روسیه شناسنامه و قسما مبلغ حق کارشان از جانب کارفرما داده شد و حالا آنها دهه شوبین را ترک کردند. سفارت تاجیکستان در صفحه فیسبوکیش خبر داده است که نافهمی میان کارفرما و مهاجران حل شد. طبق شرطنامه شهروندان تاجیکستان با کارفرما یعنی شرکت استروگوش 100 پیتومنیک مبلغ پاتنت برای کار، بلیط هواپیما، جای خواب و غذا از جانب کارفرما پرداخته شده. پس از شروع گردیدن فعالیت مهنتی شهروندان تاجیکستان، کارفرما مبلغ صرف کرده‌اش را از مزد مهنتی آنها بازپس گردانده است. بنابراین کارفرما 1 سپتامبر سال 2021 به هر یک نفر آنها 10,000 روبل پیش پرداخت نموده است. از این لحاظ میان مهاجران مهنتی و کارفرما نافهمی به وجود آمده است. خبر می‌دهد سفارت 110 مهاجر توجیک 3 ماه پیش به ورونژ برای گنداشتن حاصل سیب جلب شده بودند، روز 13 اکتبر در نزد یکی از اداره‌های پلیسی محلی اعتراض کردند. با ادعای مهاجران کارفرما آنها را فریب داده شناسنامه‌هایشان را گرفته است و بنابراین آنها امکان ترک کردن محل را ندارند. رادیو آزادی درباره این مهاجران گزارش تهیه کرد و روز 15 اکتبر سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که کارمندانش را برای حل این مشکل به ورونژ سفربر نموده است. خورشید قربانوف یک تن از مهاجران روز 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شناسنامه‌ها و قسمی از مبلغ کارشان را کارفرما پس داد و حالا آنها سوار اتوبوس دهه شوبین را ترک کردند. سفارت تاجیکستان در صفحه فیسبوکیش رقم‌های خود را نشر کرده از مهاجران خواسته است که در صورت ضرورت به آنها مراجعت نمایند. پیشتر مهاجران شکایت کرده بودند که مقامات تاجیکستان از حق آنها حمایت نمی‌کند. در میان مهاجرانی که گرفتار مشکل شده بودند 12 زن نیز بود که حالا به دیگر شهرهای روسیه رفتند. آنها گفتند که تصمیم بازگشت به تاجیکستان را ندارند و می‌خواهند در شهرهای دیگر روسیه جای کار خوبتری پیدا نمایند. سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می‌روند. مبلغ فرستاده آنها برای اقتصاد خانواده‌ها در تاجیکستان مهم خوانده می‌شود، ولی مهاجران توجیک بارها از بی‌حقوقی در روسیه شکایت کردند. مهاجران مقامات توجیک را برای حفظ نکردن حقوق آنها در روسیه نیز تنقید نمودند، ولی مقامات همیشه گفتند تا حد امکان به مهاجران کمک می‌رسانند و محض با دخالت آنها چند دفعه پول مهاجران از کارفرمایان رویانیده شد.